چطور سیمان با کیفیت رو بشناسیم؟ اگه توی ساخت و ساز هستین یا حتی یه کار کوچیک مثل دیوارچینی دارین، باید بدونید که سیمان خوب یعنی دوام بیشتر و خیال راحت. اولین نکته رنگ سیمانه. سیمان مرغوب رنگش خاکستری روشنه، نه تیره و گلالود. اگر سیمان زیادی تیره بود یا بوی نم میداد، احتمالاً کهنه است یا رطوبت داده. نکته دوم بافت و نرمیه. سیمان باید نرم و یه دست باشه. اگر گلوله‌های سفت توش باشه، بدون شک یا رطوبت خورده یا تاریخ مصرفش گذشته. نکته بعدی چسبندگی سیمانه. یه تست ساده. یکم سیمان رو روی انگشت بزن. اگه خوب بچسبه و ریزش نداشته باشه، یعنی چسبندگی خوبی داره و ملات قوی‌تری بهت میده. و آخرین نکته خیلی مهمه، خرید از جای مطمئنه. ما توی مسائل ساختمانی مهدی فقط سیمان تازه اصل و با کیفیت ارائه میدیم، مستقیم از کارخونه بدون واسطه. اگه دنبال قیمت خوب، بار سریع و ضمانت کیفیت هستی، حتما یه تماس بگیر. شماره تماس تو قسمت توضیحات ویدیو هست.